مهاجران تاجیک. من مادری قربانوف قاسی 16 سال شده که فرزند من روسیه مسکو کارکنی رفته. فرزند من مسکو کارکنی رفته. 7 سال شده که نه خطای نه خبره، نه نامه، نه نشانه، نه تلفن. من میخواهم که همین فرزند من را به جایی که دیده باشه این اگر و من معلوم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، ویدیو به نهایت مهمه به خاطر آن همین برادری که در همین باره ما میبینیم گم شده. برادر چندین سالها شد، مادرش ویدیوش دیدیم. برادرای عزیز، مادر ویدیوش دیدین. به خاطر الله چقدری که میتونین همین ویدیو را لایک مونه پدیلیت سکنین که شاید من یا شما سبب میشیم که همین برادر جان پیدا میشود. مادر همین به حد خلصت میشود. قربانوف قاسم سلیخوویچ. برادر عزیز، نام و فامیل اوچ باش. کسایی که در جایی که میبینین یا کسایی که میشناسین به خاطر الله برادر عزیز کمک کنین به همین مادر. من همینجا نمراشون میمونم، صورتای برادر هسته. به خاطر الله چقدری که میتونین لایک مونه برادر عزیز که شاید یک تا شما سبب، شاید یگان تا شما دیدین همین، شاید در یگان ترما است، شاید در یگان عادل است، در یگان جایی که محکم است. برادر عزیز، شاید اگر شناسین همین برادر مقصد بگین که به خونهشون زنگ بزنین. همین نمره در سمجه ما میمونم دو تا سه تا نمره که رای کردن میمونم. برادر عزیز، به خاطر الله برادر عزیز یاردمش کنین. بعدا برادر عزیز، کسایی که بلیط در کار برادر عزیز، این همینجا نمره ما در میمونه. اگر کسی مهاجران بلیطا با تمام جوا است برادر حرکت کنین که در ماه شهر رمضان بلیطا ارزان شده. که بعد ماه شهر رمضان بلیطا از تاجیکستان به نهایت باز قیمت میشه که علاقه ختم میده که در مسکو بگیم در آسیا رو با گرمی میشه به نهایت بلیطا قیمت میشه. با هم خودی برادر عزیز، کسایی که بلیط در کره مرحمت نمی نمرده زنگ بزنید. واقعی سربلند و خانواد باشین. باز نمای شهر رمضان به همتون مبارک شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.